کنسرواتوری دولتی ازبکستان که 87 سال فعالیت دارد، یکی از با نفوذترین مسکن علم و فرهنگ در آسیای مرکزی به حساب می رود. در این دانشگاه برای رشد و نمو یافتن صنعت موسیقی همزمان دردانه‌های بی تکرار ممتاز و زمانوی در دل و شعور جوانان مهر و محبت را به وطن مادر بیدار نمودن و احترام نمودن قدرت‌های ملی در جهان امروزه ترغیب و تشویق نمودن دردانه‌های بی‌نظیر خلق ما را صدها نفر استادان زبردست در عهده دارند و این مسئولیت را خوب اجرا می نمایند. من همین کنسرواتوریانده 40 سال شد کار گشتم. همین شاگردای من جمول شاگردای من امریکانده کار میکند. از امریکا اومده خونده برفتگی تانیا میرچند گفتگی خای. منم این سال رفته یک ماه با تانیا کته کنسرت خواننده اومدم. اینجا با یاپونو کته با کار میکنم. شاگردای من مکتب خونده کار میکند. همین کنسرواتوریندم 3 تا شاگرد من کار میکند. از دختران درس میتید. من موفقیت وای خواهی بینم من شاد میشم. پروفسور کنسرواتوری دولتی ازبکستان روزبی حاجی و پس از ختم دانشگاه مذکور فعالیتش را همراه استادانش ادامه داد. در طول سالها علم و هنرش صیقل یافت. صدها دانشجویان را تعلیم و تربیت نمود. برابر درس گفتن به شاگردان در دستی دوتار نوازان فعالیت برد. این همه برای باز هم بالا رفتن آبرو، اعتبار و همزمان از خود نمودن سیر و صناعت سازندگی علل خصوص دوتار تکانی بخشید. معلمم دوسنت فایزالله کریم عبیداللهویچ غجگا یاد میتید. همین نقص معلم استاد روزا اپا انسامبل و مدران معلمم همت نقص خودشم خشره مدرم برین همت من خودم بخورا با کلان شدگی من بخورا با خودم بابام درس دادگی تربیت کردگی نامش خالف یوسف نورویچ غجگ بخوندگی یکم سببچی این کس موزیکالنی با 5 سال خوندگی من بابام درس دادگی 6 موزیکالنی شکولا با بعد کالج بخوندم 2 سال سعیدف جمال جمعیویچ با بعد 2 سال خوندم بعد کنسرواتوری در آمدم از دویم کورس بخونداشتم اثر یاد گرفتم غجگا یاد گرفتم نیتم بعد از کنسرواتوری همینجا با میمونم تاشکند با کنسرواتوری نصیب باشد ماجستر و میدارم کار علمی میکنم. روزبی حاجی و برابر درس دادن در کنسرواتوری دولتی ازبکستان به دستی هنری نازنین اساس گذاشت. در مدت 5 سال فعالیت به دستاوردهای نظررس نائل گشتند. Hozirda Nozanin ansamblida faoliyat olib bormoqdaman. Ansambl rahbarimiz Ro'zabi Hajjayeva bizga 4 yildan beri tahsil berib bormoqda. Bu ustozimizga rahmatlar aytaman. Minnatdormiz juda ham. Chunki bizga ta'lim bilan birga tarbiyani beradi. Bu yerda barcha qizlar bilan birgalikda konsertlarga har xil asarlar ijro qilamiz birgalikda. Ustozimizdek bo'lish bizga ham nasib qilsin. Ustozimizga kattakon rahmat aytaman. Ro'za opa ustozimiz nafaqat mutaxassislik fanlarimizdan, balki bizni ansambl ijrochiligida ham ko'plab o'sha konsertlarga, har xil tadbirlarga olib borishadi. U yerda biz nafaqat o'zbek xalq kuylaridan tashqari qo'shni qardosh asarlarni ham ijro etib kelamiz. Ya'ni tojikcha asarlarimiz bor. Ya'ni o'zi dutor chalg'usi tojikchadan olingan bo'lib, 2 tor degan ma'noni anglatadi. Va buni anglatadiki, demak biz barcha o'sha xalqlarni ham bemalol kuylarni ijro eta olamiz. Va hozirda biz ustoz qo'llaridan o'sha dutorni sir asrorlarini o'rganib kelmoqdamiz. Bu yil xudo xolisa bitiramiz va ustozga yaxshi shogird bo'la oldik deb ayta olamiz.
استاد زبردست پروفسور روزبه حاجی و شاگردان زیاد را تربیت و تعلیم داد. با مرکز فرهنگ سفارت یپان همکاری نموده به صدها نفر خواهشمندان دوتار نوازی و سرودخوانی را یاد داد. فخر دارد که خارجان از طریق موسیقی علل خصوص سازی ملی همان دوتار درس میگوید. من خودش گیتار نمختم میخواستم، بعد موزیکانی رفتم، زوج گفت که دوتار بدارو، دوتار دختر بچه به میزه، بعد دختر بچه به نقص دوتار گفته. بعد من دوتار بخوندم. این اینسترومنت دمان فورید نیت کردم کنسرواتوری دروندم. بعد اینجا تمام کرده من یاد میتیم دختر رو به دوتار سرس روشه تاریخش یاد میتیم. پروفسور کنسرواتوری دولتی ازبکستان روزبه حاجی و در فستیوال های بین المللی، کنفرانس ها در کشورمان و در مملکت های خارج با معروضه ها و برنامه های کنسرتی اشتراک نموده پیروز گشته است. او صاحب چندین دیپلم، افتخارنامه و تشکرنامه هاست. با مدال صادق خدمتلری چون سرفراز گشته است. کسبش را دوست می دارد. شاگردانش را مادروار نوازش می دهد و پرورش می نماید. اول دختران و استودنت خو بیاد یکم کورس بیاد، من بایخونده استودنت نه، دختری خودم، فرزند خودم میبینم. همین تو تمام کرگش به چهارم کورس برفتنه من بای خود تربیه میتیم. ایلن بیلن دوتاره شتری خوشه، همه سکرت خوشه و من بای خود میتیم. همین کنسرواتوریونده کار کرگیم و شد من بختیار من اینجا به همه شرایط خو هست. فقط طلبه خو، استودنت خو خواندنش در کار. سالهای اخیر در دانشگاه‌های وطنمان برابر فرزندان خویش خارجان هم تحصیل می‌گیرند. در کنسرواتوری دولتی ازبکستان ما با دانشجویان تاجیکستانی هم صحبت شدیم. این آهنگی که در اجرای ما صدا داد سرودهای بدخشانی، سرودهای کوهستان بدخشانی که من سال 2023 امروی استادم دلشاد بیلیبویف این اثر رو کار کردیم و به طریق نوتا ثبت کردیم و حاضر در اجرای دانشجویان کنسرواتوری ملی ازبکستان استفاده کرده می شود. اولین بار مهر به این کسب در ولایت مختار کوهستان بدخشان در مکتب موسیقی پیدا کردم و پسان به شهر دوشنبه در مکتب موسیقی جمهوریوی به نام زیادالله شهیدی تحصیلم را ادامه دادم. دست استادان چهره‌دست همچون استاد غلامحیدرов گنج و دیگر استادان مرتبه بلند تحصیلم را ادامه دادم. پس از انجام تحصیل طریق شرطنامه بین وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان و وزارت فرهنگ جمهوری ازبکستان 5 کس را به جمهوری ازبکستان روان کرده به کنسرواتوری جمهوری ازبکستان ما تحصیلمان را ادامه داده ایستاده‌ایم و ما فکر میکنم دانشجویان خوشبخت‌ترین که یکمین وکیلان که به این دانشگاه مرتبه بلند آمده از دست استادان زبردست سبق آموخته ایستاده‌اند. این یکی از نشانه‌های دوستی بین دو دولت خیلی با تاریخ فرهنگ کهنه، یعنی
تاجیکستان و جمهوری ازبکستان و ما در اینجا دوستی بین ملت تاجیک و ملت ازبک پیدا کردگیم. در کنسرواتوری دولتی ازبکستان استادان زبردست به شاگردان سیر و صناعت موسیقی و احیا نمودن عنعنه و قدرت‌های ملیمان را یاد می‌دهند. O'zbekiston davlat konservatoriyasida qardosh Tojikistondan ko'pchilik oxir paytlarda tashrif berib bizda o'qishyapti. Sababi o'zbek tojik xalqi tarixdan juda bir-biriga yaqin. Butun madaniyati, san'ati bir xil desak ham bo'ladi. Cholg'ularimiz bir xil. Aynan masalan bizda rubobimizda ular ham chaladi. Masalan boshqa cholg'ularimizni ham qolaversa mana hozir hammaga sir emas, masalan Shashmahomimiz bitta, masalan Shashmahom Tojikistonda ham O'zbekistonda ham Tillobor Jumayev Tojikistondan kelgan. Yaxshi juda tez o'zlashtiryapti. Sabab aytganimdek, bizning negizimiz bitta, san'atimiz bitta, cholg'uimiz bitta bo'lgani uchun tez o'zlashtirib, xudo xolasa, mana shu o'zbek tojik san'atiga, madaniyatiga ancha hissa qo'shadi. Yaqinda shunaqa bir voqea bo'ldi. Tojikistondan delegatsiya keldi. Qarasam, o'zim kursdoshlarim. Kimdir u yerda madaniyat vazirining o'rinbosari, kimdir anaqa ilm bilan shug'ullanyapti. Bu yaxshi. San'atda hech qachon chegara bo'lmasligi kerak. Chegara bo'lishi kerak emas. Nafaqat tojiklar bilan, butun masalan O'rta Osiyo bilan, turk dunyosi bilan, butun dunyo bilan aloqa yaqin bo'lgani yaxshi muzikada. در سن 7 سالگی به مکتب اینترنت مخصوص موسیقی جمهوری به نام زیادالله شهیدی تحصیل را شروع نمودم در راهبری ملک قاسم اسماعیلویچ که آنها به من اسباب قشقر رباب را خیلی درست یاد دادند. بعد از ختم مکتب اینترنت اون به کنسرواتوری دولتی جمهوری ازبکستان تحت شهرنامه‌ای وزارت فرهنگ و وزارت جمهوری ازبکستان به اینجا داخل شدم. طول مدت دومین سال است که من در اینجا تحصیل را ادامه داده ایستادم. استادان عظمت اسلاموف از امیرآقا که به ما خیلی چیزهای نو را یاد دادن. تربیت یاد گرفتیم از آن، فرهنگ نو یاد گرفتیم. بسیار چیزها یاد گرفتیم. Очень хороший парень, аккуратный, исполнительный, все выполняет. Спасибо педагогам с Душанбе спецшколы, 11-летки, очень хорошо обучили, аккуратный парень. Вот такие парни должны учиться и действительно получить знания. در حقیقت صنعت سرحد نمیپذیرد، علل خصوص دوستی و همکاری ها ما بین خلقی از قدیم دوست برادر تاجیک و ازبک، زیرا ما یک خلقیم که در دو زبان حرف میزنیم ولی آهنگ و ساز، رقص و نوایمان، عرف و عادتهایمان یکیست. من خودم از شهر خوجند می باشم. دوامین 2 سال است که من در اینجا تحصیل می کنم. شهر تاشکند به من خیلی هم مقبول شد. با دوستانی که در اینجا تاجیک زبان هستند، با دوستان سمرقندی، بخارایی دوستگی می کنم. بسیار با آنها صحبت می شویم و با دوستانی که زبانشان ازبک هستند با آنها صحبت کرده. اوجه در دام قریب که 1 سال ازبکی را یاد گرفتم. حرکت کرده گپ میزنم، با آنها هم صحبت میشوم. بسیار در اینجا دوستان نزدیک دارم. از مناسبت‌های ازبکستان و تاجیکستان ما همه خرسند هستیم. گشاده شدن سرحدها، ما یکمین طلبگانی هستیم که در ازبکستان با طریق کوات تحصیل کرده ایستادیم. آره، کنسرواتوری دولتی ازبکستان در تربیت نسل آینده جوانان صاحب استعداد همیشه پیش‌صفند. درگاهی عزیز است که چندین نفر بسته‌کاران، کمپوزیتوران، اربابان صنعت، موسیقی‌شناسان و نوازندگان در اینجا تربیت یافتند و این عنعنه ادامه دارد. از تاجیکستانم اومد. حاضر آمینا خان دویم کورسنده میخواند. من با وایخواه با دختران که گپ زدگیش دیده خرسند شد میشم. ازبکی گپ میزند وایخواه. تاجیکستانی ازبکی گپ میزد. این دختری ازبکو تاجیک یاد گرفته است. وایخواه نیو کرا من شد میشم فقط. طول این مدت ما بسیار دوستان پیدا کردیم، بسیار چیزهای نو را آموختیم از استادان بسیار انسان‌های نرس با ما خوب معامله میکنند.
تاشکند با باغ‌های فرهنگی و فراغتی بسیار، جای استراحتی، جای تماشابینی. خوشحال از آن هستم که دوستی تاجیکستان و ازبکستان روز تا روز باز هم مستحکم‌تر می‌گردد. رفت و آمد بسیار هم آسان گشته است. امیدواریم این دانشجویان در آینده نزدیک برای رشد و نمو یافتن صنعت، فرهنگ، دوستی و برادری خدمت شایان خواهند کرد.